روزی موندگار تو تاریخ فوتبال ایران و البته گیلان. وقتی خورشید تو این روز تو آسمون ابر گرفته رشت طلوع کرد، سرنوشتی شیرین برای عجیبترین هوادارای فوتبال ایران نوشته شد. سرنوشتی که نوید از یه پایان شیرین ته داستان غمبار یه تیم بی‌نظیر میداد. تیمی که بعد از سقوط تو جاده پرپیچ و خم لیگ 2 به جای نابودی تصمیم گرفت به جنگیدنش ادامه بده. اونا ترجیح دادن بمونن و با افتخاراتشون اسمشونو سر زبونا بندازن تا اینکه با نبودنشون یه تک جمله یادش به خیر رو از خودشون یادگاری بذارن. هوادارایی که از روز سقوط داماش به لیگ 1 به جای دست روی دست گذاشتن و حسرت خوردن برای روزای گذشته تا ته داستان لاجوردی پوشا پشت تیمشون بودن و هستن و خواهند. اون روزی که امید قربانی تو اولین گام داماش در جام حذفی دروازه قشقایی رو باز کرد، بین همین هوادارا کمتر کسی باورش میشد قرار چیزی شبیه معجزه رخ بده. داماشیا قدم به قدم پله‌های جام حذفی رو طی کردن تا به جام شگفتی‌ها معنای واقعی بدن. دروازه و تمام و داماش تیم دست دومی رقابت‌های فوتبال کشورمون در جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های جام حذفی قرار میگیره. شگفتی‌ها تکمیل میشه با این نتیجه. هرچند داماش خیلی هم با این جام و فینالش غریبه نبود. اونا سال 87 هم یه بار تا فتح این بازی‌ها پیش رفتن، اما آخرین لحظه یه حسرت بزرگ فرصت برای تیم استقلال در مقابل دروازه و توی دروازه گل برای استقلال جباری. استقلال در مجموع دو مسابقه جلو افتاده از تیم پگاه گیلان. حالا بعد از 10 سال اونا دوباره خودشونو تو نزدیکی همین جام میبینن. جامی که داماشی ها برای رسیدن بهش علاوه بر قشقایی، چوکا، مقاومت تهران و ماشینسازی رو هم از پیش رو برداشتن تا اینکه نوبت به سایپا رسید. باز هم یه روز بارونی و باز هم عاشقای لاجوردی پوش رشتی. هوادارایی که وقتی رو صندلی‌های سردار جنگل نشستن با آهی به بلندای عشق داماش خاطرات خوش گذشته رو تو ذهنشون مرور کردن. گل نرسیده به دقیقه 1 پورصف شکن، تعویض طلایی سیامک فراهانی و گل مرتضی حیدری، سر شکسته کاپیتان مختاری و تعصب مثال زدنی سربازای داماش، فریاد شادی از ته دل داماشی‌ها و آسمونی که به یمن شادی لاجوردی‌ها اشک شوق ریخت. داماشی که نشون داد اگه پشت تیمت باشی، اگه به قدرتت ایمان داشته باشی، با دستای خالی هم میتونی کارهای بزرگ انجام بدی. حالا داماش خیلی وقت نشون داده این لیگ 2 که از دیدن حضور داماش خجالت زده است. داستان دراماتیک داماش ادامه داره با تمام وجود برای فتح قله‌های پیش رو.